سلام دوستان، اومدیم با آموزش قوی ترین، بهترین و کامل ترین اندیکاتور موجود تو بازار ایچیموکو. اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، زنگوله اون بغل رو بزنین، نظرتون هم در خصوص این پست بهم بگین. خب یک فایل پاوری واسهتون آماده کردم، چون این آموزشی که قراره راجع به ایچیموکو بدیم با بقیه ایچیموکو فرق میکنه. اون مطالبی که اونجاها هستش، جاهای دیگه هستش، توی یوتیوب، توی اینستاگرام یا هر جای دیگه هستش، خیلی کلیه. ما قراره یک کورس خارجی رو بهتون بگیم که مال استاد کریس بودش. فکر کنم یه 4 سال یا 5 سال پیش من این کورس دیده بودم. واقعا کورس سنگینی بود، وحشتناک سنگین بود. به صورت خلاصه آوردم براتون، نکات مفیدش رو براتون جدا کردم، نکاتی که خودم ازش جواب نگرفتم و حذف کردم توش. خیلی مهمه که حواستون رو بهم بدین، نکاتی که میگم رو یادداشت کنین. من خودم پاورش آماده کردم که راحت‌تر بتونیم بنویسیم. مثل رانندگی، فقط چیزی که میخوام بگم اولش سخته، ولی بعدن که راه بیفتیم خیلی خیلی راحت میشه براتون. این جمله من نیست، مال استاد کریسه. خودش خدای ایچیموکو فوق‌العاده است، فقط مطالبش وحشتناک سنگینه و فهمیدنش نیاز به 1-2 سال زمان داره. من اومدم این تایم رو براتون خیلی کم کردم، در حد 1-2 ماهه که بخواین تمرین کنین باهاش دستتون میاد چی به چیه. اول از همین که بریم روی چارت ببینم اصلا چجوری باید اینو ما بازش کنیم. می‌نویسیم ایچی، ببخشید ایچی میشه ایچیموکو کلود، ابر ایچیموکو میزنید، به این صورت براتون میاد. یه عالم خط داره، نترسین، چیز خاصی نیستش. حالا تنظیماتش رو خط اینو 2 تا خط اسپن A و اسپن B رو بردارید. ما رو خط ابرها هستن، حالا بهتون میگم چرا. تعداد خطای کمتر اگه رو چارتتون باشه راحت تر. خب اصلا ایچیموکو چیه؟ یه سبک تجزیه تحلیل ژاپنیه که یه روزنامه‌نگاری به نام هوسودا گویچی اومده 30 سال روش کار کرده، اینو درآورده. کاربردش چیه؟ واسه بورس تهران که واسه سرش هم زیادی، حقیقتا واسه فارکس ارز دیجیتال خیلی خوبه. بچه‌ای که سبکای دیگه کار میکنن میتونن واسه تایید ازش استفاده بگیرن. به نظر من بهترین تایید رو بهتون میده. ترکیبش با کندل شناسی خیلی خوب میشه بچه‌ای که بخوان تخصصی ایچیموکو کار کنن. اگه کندل شناسی ندیدین من لینکش این بالا براتون میذارم. خلاصه ترین کندل شناسی که تا الان خودم دیده بودم و واسهتون گذاشتم. یعنی از این خلاصه تر من دیگه واقعا جایی ندیدم کسی بخواد بگه، و کاربردی تر. یک چیزی رو وقتی حجمش رو زیاد میکنی آخر سر طرف نمیدونه من باید چیکار بکنم، بالا مثلا مرد بداره وقتی چیه اون چیه اون چیه، ولی همشون ما اومدیم خیلی خلاصه و کاربردی کردیم. اگه ندیدین حتما بریم ببینید. یه پیش نیاز داره، حمایت و مقاومت، که اگه حمایت و مقاومت هم ندیدین یک ویدیو خیلی کوتاه و مفیدیه، لینکش باز براتون بالا میذارم. این پیش نیاز کار ما. یکی از کاربردهای ایچیموکو که داریم که هم جهت روند و وین ریتش بالاست. کلا ستاپ استراتژیایی که هم جهت روند باشن وین ریتشون خیلی بیشتر. و یک مسئله که توی ایچیموکو باید شما رعایت بکنید اینه که مال تایم فریم 5 دقیقه نیست. نه که جواب نداره، چرا جواب میده، ولی 1 ساعت و 4 ساعت پیشنهادی خودمه. اگه میتونین 4 ساعته، اگه میتونین 1 ساعته دیگه حد کمتر از 1 ساعته نشه. هر چی تایم فریم بالاتر میشه این بهتر جواب میده. اینم بهتون میگم. خب 5-6 تا خط داره کلا. از این 5-6 تا خط 2 تاش برای ما کاربردیه. کلا از این 5-6 تا خط 2 تاش خیلی کاربردی که ما کلا با حرکات اینا کار داریم. تنکانسن کیجونسن چیکو اسپن و حالا سنکو اسپن ای و بی رو من کار ندارم. خب بعضی حالا کورسا میبینم حتما درست نمیدونم تلفظ کنیم. تنکنسن اصلا این چیزا مهم نیست. خطا رنگش رو بدونین کافی. یه رنگ قرمز داریم، یه آبی داریم، یه سبز داریم، یه دونه ابر داریم که بهش میگن کومو. این ابر رو میگم.
میبینین قرمزه، میبینین سبزه. اگه نزولی باشه قرمز میشه، اگه صعودی باشه اون ابر سبز میشه. همه چیز رو بهتون میگم، اصلا چیز سختی نیست. یک بار که آموزش رو ببینین متوجه میشین که چقدر آسونه. خط قرمز یه میانگی متحرک 9 روزه است. خب یعنی 9 کندل قبلی شما. حالا من میگم 9 روزه چون خودم روی دیلی کار میکردم. این 9 تا کندلی که بسته بشن، نه اینکه این کندلی که بازه، نه این کندلی که داره میزنه، نه، 9 تا کندل قبل از این میانگی متحرکش میشه خط قرمز. البته میانگین متحرک و با تنکانسن یا همون خط قرمز اگر با هم دیگه لود بکنین یه تفاوت ریزی دارن، ولی حالا مهم نیست اون تفاوتش. اوکی. خط آبی چه؟ خط آبی که بیسلاین هم بهش میگیم، میانگین 26 دوره قبلیه. در کل 26 تو ایچیموکو خیلی مهمه براش. خط سبز که قیمت فعلی 26 کندل به عقب انداخته، 26 دوره به عقب انداخته و تو حمایت و مقاومت بازار به ما کمک میکنه. یکی چیکو اسپن، یکم ابر داخل حمایت و مقاومت به ما کمک میکنه. حالا جلوتر قشنگ چارتتون توضیح میدم. سنکو اسپن ای هم همون کی جونسن تنگسن میانگینش رو 26 دوره جلو میکشه. سنکو اسپن بی هم میانگین 52 دوره گذشته رو به 26 دوره آینده منتقل. لازم نیست اصلا اینو حفظ کنید، فقط میخوام بهتون بگم که این خط اصلا برای چیه، به چه دردی میخوره. این فقط مهمه. اینکه حالا 26 دوره است یا 5 دوره یا 10 دوره اصلا مهم نیست. فقط گفتم که بدونید. نحوه سیگنال گیری، یه سیگنال گیری کلی داره که همه جا هستش و حالا لازم دونستم بهتون بگم. یک خط قرمز خط آبی رو به بالا قطع کنه سیگنال خریده. خط اشتباه اینجا نشه، آبی قرمز رو پایین کنه سیگنال فروشه. خب بریم همین رو روی چارت بهتون نشون بدم. خب چیزی که الان توضیح دادم میخوام روی چارت بهتون نشون بدم. آبی قرمز رو به بالا قطع کنه سیگنال خرید، رو به پایین قطع کنن سیگنال فروش. نگاه کنید اینجا چیزی باید دقت کنید بهش. همین نقطه اینجا تازه ایچیموکو به شما سیگنال خرید داده. بعضی دوستان شاید بگن آقا این یه تیکه رو به ما نداده. چیزی که اول آموزش بهتون گفتم اینه که همجهت رونده، میذاره روند براتون تغییر بکنه، بعداً بهتون اجازه میده ورود بکنید. اینجوری باعث میشه که خیلی از این گافا رو نده، خیلی از این استاپا رو نخورین. درسته این از سودتون کم میشه ولی این گافا رو میگیره. این خیلی خوبه. شما در اینجا مثلا بگید آقا حمایت مقاومتش رو به همون بگید. حمایت مقاومت ما از کوموها میگیریم. انا باز کامل بهتون توضیح میدم. فقط اینجا که میخواین شما ورود کنین استاپ رو باید بندازین اینجا پشت 7 و 8. اینجا ورود میکنید ببینید چقدر، حداقل یک به دو رو میگیرید. حالا نحوه ورود به معامله، خروج از معامله هم یه ویدیوی کامل واسش میسازیم بهتون دقیق اینا رو توضیح میدیم. 2.88 استاپتون، تیپیتون نمیدونه استاپ 5 و 57 و 5 نیم بزنه. خوب عالیه. تقریبا 1 به 2 رو بهتون میداد. اوکی. میتونین اینجا تریدینگ استاپ بذارین، استاپ متحرک بذارین. حالا اینا رو همه بهتون توضیح میدم که تا تهش میشه، تا یه مقدار مونده به تهش رو بتونید بگیرید. چیز خیلی خوبی دارین مثلا استاپ، اگه بلد باشین جوری ازش استفاده کنین. حالا اون صحبت ایشیموکو. خب سیگنال گیری کلیش چی بودش؟ آبی قرمز آبی رو بالا قطع کنه خریده، آبی قرمز رو پایین قطع کنه فروشه. خب یک مثال روتینی هست که حالا همه میگن اینجا داره، منم بهتون میگم. خط آبی رو سگ شکار بگیرین، خط قرمز رو شکارچی بگیرین. کندلا هم شکارن. سگ میره به سمت کندلا که اونو به سمت شکارچی بیاره. یه مشاهده کنید، نمیخوام توضیح بدم، خودتون قبلش یه چارت یه نگاه بندازید. میخواین ویدیو رو پاز کنید، اون جایی رو نگاه کنید که دو خط از هم دیگه فاصله گرفتن. مشاهده میکنید. حالا این فلت شدن ها این دوتا رو هم دیگه هم بهتون میگم که چه
حمایت مقاومت خوبی بهتون میده. همینجور میبینی فلت که میشن رو هم دیگه بهش برخورد کنه میریزه و خوبم میریزه. 89 استاپ بنزین پشت 78 بازار. حالا شورت پوزیشن لانگ پوزیشن از من عادت ندارم، کلا از اول اینجوری عادت کردم تا الان هم همینجوریه. نگین کامنت شورت پوزیشن باز نمی‌کنی، عادت دارم. 1.46 1/8 رو بهتون قرار نیست شما 1/8 رو بخوایم بگیرین، شما 1/2 1/3 میگیرین اوکی میایم بیرون. یه استاپ متحرک میزنین، مثلا میگم تا اینجا که برگشت استاپتون رو میزنین، مثلا تا اینجا تا اینجاهاشو میتونستین بگیرین اوکی. حالا اینا رو بهتون جلوتر توضیح میدم. خب این سیگنال گیری کلیش بودش که همه جا هست، ولی میخوایم بریم نکات تخصصی که کریس به ما گفته بود اینجا. فکر میکنم بهش واقعا کریس عجوب است. هرگاه خط آبی و قرمز روی هم قرار گرفتن ما یک حمایت و مقاومت قوی داریم. چیزی که همین گفتم روی هم دیگه بهش این صاف شدن میگن فلت شدن. خب اینجا نکنی فلت کرده، حالا جفتشون فلت نکردن، یه دونه فلت کرده، قرمز ما فلت کرده خورده به قرمز ما رفته بالا، اینجا دوباره فلت کرده خورده به فلت ریخته. اگه این دوتا بالای خط فلت کنن میشن مقاومت، پایینش فلت کنن میشن حمایت. خیلی حمایت و مقاومت خیلی خوب بوده، فوق العاده است حمایت مقاومت ایچیموکو. یعنی بچه‌ای که اندیکاتور تریدرن واقعا ایچیموکو اصلا کامل‌تر. نه این اندیکاتورهای الان جدیدن خیلی چیزا در میاد پولی اینا، من خیلیشون تست کردم به اندازه ایچیموکو نبوده. نمیخوام بگم اندیکاتور تریدی بده، نه، خیلی از دوستان ما هستن که اندیکاتور کار میکنن نتیجه هم میگیرن، نتیجه خوبی میگیرن، ولی ایچیموکو کارن. میخوام دقیق بهتون بگم ایچیموکو کارن. برخی اندیکاتورها میگن آره اینجا ورود کنین و تمام. فیک زیاد میزنن. آقا استاپ کجا بخوایم بذاریم، چقدر تیپی میخواد به ما بده، علتش چیه، خیلی چیزا رو شما میتونین از روی این ایچیموکو متوجه بشین. حالا نمیخوام ویدیو رو زیاد طول میکنم. ابرها حمایت و مقاومت کلی ما هستن و هرچه چاق‌تر باشن حمایت و مقاومت قوی تری دارن و اینها جاذبه دارن. الان بهتون توضیح میدم. این میبینین هرچی این کموهای ما یا ابرهای ما اگه سبز که این روند صعودی باشه، قرمز یعنی که روند نزولی باشه. خوش یه داستان داره این دو تا خط، همون دو تا خطی که من گفتم بردارین هم دیگه مثلا از پایین به بالا قطع کنن قرمز میشه، بالا به پایین قطع کنن مثلا سبز میشه. همچین چیز مهم نیستش، واسه همین نمیخوام بهتون بگم، ولی در جریان باشیم که اون دو تا خطی که برداشتیم اینه. اینجا که اون خطی میاد از پایین به بالا اینو قطع میکنه سبز میشه. حالا این کموها هر چی چاق‌تر باشن و بالای خط بالای کندل بیفتن مقاومت‌های سنگینی میدن. زمانی که کندل روی ابرها هستش هیچ درجه اعتبار قوی ندارن. نکنید اینجا ابرش کموش چاقه درسته، ولی توش که میاد شما اونو حساب نکنید با اینکه درست مثلا اینجا یه برخوردی کرده داره میریزه، ولی روش حساب نکنید. بحث به تجربه دارم میگه، بحث این که الان لایو اینجا داره میگه که برای چاق بهش خورده و داره میریزه. بحث به تجربه دارم میگم، باگشو دارم براتون میگیرم. یک مسئله دیگه فلت شدن خود ابرها. ابرها اگه با خطوط ما فلت بشن قدرتشون بیشتر میشه. یعنی ابر فلت بشه خط قرمزم فلت بشه، ابر فلت بشه قرمزم فلت بشه. ببینید اگه آبی هم فلت میشد باز قوی تر میشد. اینجا فلت داریم، اینجا یک لحظه فلت کرده، دقیقا اینجا فلت کرده. نکنید این نقطه اینجا هم دقیقا فلت این تموم شده، همتو پرت کرده بالا. حالا همه رو تو پاورپوینت نوشتم که بتونید یادداشت کنید و رو چارت تمرین کنید. واقعا عالیه، واقعا عالیه، واقعا عالیه. اینا که دارم بهتون میگم نکات کنکوریشه، نکات خاصشه، شرایط خاصشه. خیلی خیلی حواستون رو به این داستان بده. این قراره ایچیموکو کار بشین فوق العاده است. اگر خط آبی خلاف کندل ها حرکت کرد خط قرمز اهمیت داره.
اینکه دوستان نوشته عذرخواهی میکنم چرا خط پیش خط قرمز هستم. قیمت خوش باش همسو میکنه یعنی چی؟ میگه کندل ها به یک سمتی رفتند و خط قرمز به یک سمت دیگه ای رفته. ما حرف کدوم گوش کنیم؟ مثلا اینجا قرمز به سمت بالا رفته، کندل ها بیان به سمت پایین. میگه آقا ما حرف کدوم باید گوش کنیم؟ حرف خط قرمز رو گوش کنیم. زمانی هم که خط قرمز فلت میشه از معامله باید بیاین بیرون. یعنی اینجا به شما سیگنال چی داده؟ فروش داده، درسته؟ گفتم استاپ پشت 7-8 بازار بندازین. هیچ وقت اینجا بهتون سیگنالای اشتباه نمیده مثل خیلی از استیلاتور اندیکارا، مثل استیلاتور استوکاستیک که من گفتم اون وسطش رو شما مد نظر نداشته باشین. مثل اون نیستش که بگیم وسط کار سیگنال اشتباه بهتون، این وسط هم بهتون سیگنال بده باز درسته. استاپ رو میندازیم پشت 7 و 8 بازار، این 8 بازار میندازیم پشت 7 و 8 بازار، اینم 7 بازار میافتیم پشت، میندازیم هر جا فلت کرد از معامله میایم بیرون. اینجا هم دیگه قطع کردن بهتون اجازه ورود به معامله بده. ریخت اینجا مجدد به هم دیگه رسیدن، اینجا فاصله داشتن دیگه. سگ اومده شکار گرفته رسونده به شکارچش، اومد اینجا فلت کرد، اینجا بعد از معامله میادیم بیرون. اینجا هیچ کاری نمی کردین، اینجا که هم دیگه قطع کردن باز اینجا به شما اجازه ورود میدن. تا کجا؟ تا اینجا که فلت کرد. میبینین کاملا داره کار میکنه. برین خودتون تست بگیرین، فوروارد تست، بک تستش رو روی چارت بگیرین، رو هر جفت ارزی کار میکنین، رو هر ارز دیجیتالی که کار میکنین، ولی حجم اون بازار اگه بیشتر باشه باز بهتر کار میکنه. اینجا فلت کرد بهتون میگه از معامله بیاین بیرون. دوباره اینجا قطع کردن همدیگه رو میگه بفروشید. اینجا همدیگه قطع کردن میفروشیم، میاد اینجا تا اینجا فلت کرد از معامله خارج بشین. خب بریم مطلب بعدی و آخرین اسلاید. اگر خط قرمز رو ابرها فلت بشه مقاومت بسیار قوی تری خواهیم داشت. این بهتون گفتم در صورت شکست مقاومت تا زمانی که خط قرمز و ابر همسو بشن قیمت ریزش یا صعودش ادامه. اینجا که کومو فلت میکنه و خط قرمز هم فلت کرد، درسته؟ میگه قیمت بیاد اینو بشکونه دیگه نریزه، میگه بشکونه این مقاومت رو یا برعکسش این حمایت رو بشکونه. اینجا فلت کرد، درسته؟ اینجا کومو هم یک کوچولو فلت کرد. حالا شما فکر کن این کومو هم مثلا فلت کرد، اینجا هم فلت کرد، این یعنی یک حمایت. این اگه این حمایت رو بشکونه تا زمانی که این خط با این ابر همسو بشن میریزه. این نکاتی که خیلی کم پیش میاد ولی واقعا سود خوبی بهتون میده. صحبت 5% و 10% بهتون نمیکنم، سود واقعا خوبی میده. با این همیشه به بچه گفتم که تو بازار دنبال سود تخیلی نباشین، ولی این نکته اگه روی چارت شما دیدینش میخوام بگم با 5% نکش بیرون، حیفه، خیلی کم پیش میاد. نکش بیرون 5% 10% بیرون نکش. یک استاپ لاس متحرک بنداز پوشش، بذار با قیمت حرکت کنه. خیلی سود خوبی بهتون میده نسبت به بقیه پوزیشن های روزمره. رو نمیخوایم توقعتون میخوایم ببریم بالا. خب کفایت میکنه. امیدوارم آموزش واسهتون مفید باشه. اگه نظرتون راجع به این آموزش برام بنویسین خیلی ممنون میشم. اگه کانال تا حالا سابسکرایب نکردین ممنون میشم سابسکرایب کنین، اون زنگوله اون بغل بزنید. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.